شخصیتی داریم در تاریخ اسلام که داره فریاد میکنه ربا این فرزند من یتیمه، من اینو میخوام تربیت بکنم. گاهی نزد این مدرسه میره، نزد آن علما میره که من میخوام فرزندم نه تنها علم حاصل بکنه و چنان تزکیه بشه و چنان آراسته بشه با صفات قبولیت تا برای جهانیان خدمتی بکنه و برای اسلام خدمتگاری باشه. بهش آدرس میدن که مادر فلان جا یک عالمی هست کم طلب قبول میکنه، برو شاید او قبول بکنه و اونجا درس و تعلیم و تربیت همزمان هستند. این مادر اونجا میرسه و به آن معلم عرض میکنه این فرزند من یتیمه، اینو بپذیر و تربیتش کن تا علم حاصل بکنه و اینو تربیت کن تا بتونه برای اسلام و مسلمین و انسانها خدمتی انجام بده. هنگامی که اون عالم بین درد مادر رو میبینه قبول میکنه، اما هنگام خداحافظی مادر میگه که جناب استاد این فرزند من یتیمه. بعد از چند روز به یاد مادر می افته و میاد نزد تو که به من اجازه بده. با چشم پر از اشک میاد، اما بهش اجازه نده، بذار فرزند من در همین محیط ایمانی بمانه، در همین جو و فضای ایمانی تربیت بشه. اگر بیاد با هم سن و سالهاش بازی میکنه از محیط دنیا متأثر میشه و آن نوری که حاصل کرده کمرنگ میگرده و ممکنه سبب محرومیتش باشه. هرگز بهش اجازه ندی، صبر کنه اینجا بمونه تا فرزندم تربیت بشه. این توصیه مادر برای فرزندش در قلب استاد تأثیر گذاشت. بالاخره استاد داشت رو این فرزند گفت مادر تو برو دعا کن، ما هم اینجا تلاش میکنیم. مادر دعا میکرد، این فرزند در تربیت بود. اما چندین دیر نگذشته بود که این طفل اومد با چشمانی پر از اشک، استاد من به یاد مادرم افتادم، به من اجازه بده برم مادر ببینم. استاد از یک طرف چشمه‌های پر از اشک یتیم میبینه و از یک طرف به یاد توصیه مادر میفته. میگه فرزندم من به تو درس میدم، فردا اگر این درس رو یاد کردی من به تو مرخصی میدم برای یک روز. و درس مشکلی و سختی به شاگرد میده. دلش این هست که من با اون مادر هم بدقول نشم و این طفل یتیم هم بدونه که من به این خاطر مرخصی ندادم که خودش نتونه درس رو یاد بکنه. وقتی که این طفل یتیم نشست برای یاد کردن درس، دید که درس خیلی سخته، اما در خانه مادر یاد گرفته بود و در مدرسه یاد گرفته بود که هر مشکل رو از الله بخواهید. استعینوا بالصبر والصلاة. دو رکعت وضو میگیره، دو رکعت نماز میخونه و دعا میکنه ربا تو قادر هستی، این درس من به من یاد نمیشه، تو خودت در سینه من درس منو جای بده. این دعایش و درس رو یاد میکنه. روز بعد وقتی که نزد استاد میاد که استاد درس یاد کردم، استاد میگه تحویل بده درست بخوان. به این فکر که این هرگز نمیتونه اینقدر درس یاد بکنه، اما استاد تعجب میکنه کل این درسها رو این طلبه این یتیم یاد کرده و استاد تحویل داد. حالا عذری برای استاد نمان، گفت فرزندم برو، اما فردا زود بیای، دیر نکنی اونجا. فرزند از اینجا حرکت کرد، اومد در خانه مادر رسید، در زد با یه خوشحالی که مادر میبینم. از داخل مادرش پرسید کی هستی؟ گفت منم بایزید. گفت من بایزید؟ کی هستی؟ گفت فرزندتم مادر، بایزید. گفت من فرزندی به نام بایزید ندارم، من فرزندم رو تحویل داده ام تا زمانی که او کامل نشه از نظر علم و تزکیه اون نزد من بر نمیگرده. تو حتما بایزیدی دیگر هستی، من فرزندی به نام بایزید دم در خونه نمیشناسم تا زمانی که کامل نشه و علم حاصل نکنه. این فرزند مطمئن شد که مادرم در باز نمیکنه. از همینجا برگشت، چشمه‌های پر از اشک ریزان نزد استاد اومد. استاد پرسید فرزندم زود آمدی؟ که مادر در باز نکرد و گفت که من فرزندی ندارم که قبل از کامل شدن نزد من بیاد. استاد توجه خاصی کردن و اونجا مادر اشکهاش گفتن به زبان آسان است، اما بر دل این مادر چه میگذرد که فرزندش رو از در خانه برمیگرداند. تا 16 سال این شیر زن صبر میکنه و دعا میکنه و این استاد تلاش میکنه تا اینکه بعد از 16 سال
این استاد هنگام سحر است به خواب میبینه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بایزید من کامل شده، اینو مرخص بکن. همین شب میاد میبینه که کجای بایزید بیدار کنم، تا که در یمیر یزید بایزید در دعا مشغوله، یا دست میزنه رو کتفش و میگه خوش خبری باد، و عمامه خودش رو، دستار خودش رو استاد بر سر بایزید میگذاره، میگه فرزندم پیامبر تو رو فراغت تحصیل داده، تو تشریف ببر. اینجا که میاد در میزنه، مادرم این خواب زیبا رو دیده، در رو باز میکنه، میگه کیه؟ میگیم بایزیدم. میگه بیا بایزید، منی تو، من منتظر همین روز بودم. وقتی که داخل میشه در 2 رکعت نماز شکر میخونه، میگه ربا من دیگه در دنیا هیچ تمنا و آرزویی ندارم، آخرین آرزوی من همین بود که بایزید من تکمیل باشه. شیر زنان این امت بودن که به این امت چنین هدیه های تقدیم کردن.